مرده شدی؟ رفتیم دادا. رفتیم. سخت حلقه پیل. سلام علیکم. و علیکم. چای جوشی دپا؟ قریب. چای تیه؟ حاضر. شما هم تاجیکه؟ آها چی بود؟ هیچی نه؟ اولادی ما همشون مواری زردینه نپا. خیلی چی کنیم خدا هم خیلی خلق کردیم. اما دیگر چیزا در نظر داشتم. چرا؟ با فکرم وقتی در آسیا میگردین یگون کس نمیپرسه کجایی نه؟ خوکا در بازار هم از اوقای سفید سیاه هم. چی تاجیک باشد چی دیگه خلق. وقتش در گپی پدرمون نگرفتیم نخوندیم. روسی رو هم یاد نگرفتیم. سالهای اول کم تر از آب کشیدم با یاد گرفتم. نامم اسکندره. اینا الکساندر میگن. بعضی شوخی کده مکیدونسکی میگن. انا چایتون تیار شده که مکیدونسکی. رحمت. یا چی پرسیم اپا؟ چی؟ او هم بچه سیومه که ای پایان. خیلی. از دستی راست. از کجا سوار شد؟ قریبی سهر یک سر است. تینجی بود؟ آفرین بچه ها. قطار اول می نویسم اکن. خواندن و نوشتن عددها در دایره 10,000. خواندن و نوشتن عددها در دایره 10,000. شایسته. قطار دوم شما می نویسین 5 عباره درباره تابستان. 5 عباره درباره تابستان. نویس. کسی نفهمید از شایسته پرسد. شما نویسته انگره لازمن میام. با به ترتیبی نکنه. حاضی خاله شمیگل تو نمیاید. پلیس تو بعدی 10 دقیقه زمان میشه بعد میروید. کنی حاضی معلم بیاد درس میپرسه شما. نوشته استیم. خاله شمیگل. و این صنف 3 عباره می نویسه صنف 4 مسئله حل میکنم. شینه بچه‌ها. شیرین نقل کن. حکایه رفیقی بد نام دارد. دو بچه با هم رفیق بودند. یکی یحیی و دیگری مجار نام داشتند. یحیی بچه فربه و مجار لاغر بودند. مجار چست و چالاک و تیزدو بود. ولی یحیی از جسته کلانش نمیتوانست که تیز حرکت کند و دائما از دوستش کفا میماند. از این رو دائما از مجار طعنه میشنید. روزی از روزها آنها برای هزونچینی به جنگل میروند. دیرکتوری مکتبتون هست؟ شیرین چی خب کردی؟ نقل کن. وقتی که خیز از سر یحیی دور می شود مجار لرزان از درخت پایان شده دست یحیی می دود. برادر برادر بخشی شکایک از نمانان کدم تونم
خطا کردم بخشش. خطا نکردی. ما همراه چند سال پیش یک جا سفر کرده بودیم. بشین. یوسف معلم؟ ما اسکندر مکه. مرا هم مانند کردم تو نه. خاطرتون نقض بوده اینه که شما را. به رسترخان جدا شده بودیم یادتون است؟ بعد ما رفتم مسکو شما موندین اونجا ده. یاد دارم. کجا رفتین؟ چی کار کردین؟ در مکتب. در مکتب؟ چی درس میدادین؟ درسم میدادم، درسم میگرفتم. درس زندگی. مکتب رنگی بزرگ بود است کو؟ قریب رنگی بزرگ. قریب. فقط دیوالهایش کمتر بلندتر و سیمخور پیچیدگی. تو چی خیلی؟ از بزرگ نمیبرامدیم. یک روز قطعی بچه ها خواستیم که میدان صوف رویم. پدرم رفتگی بدیم. گفتن که رفتی حتما لنین زیارت کن. بسیار خوب. تقدیر نکردیم. 2-3 مرتبه رفتیم در موزله محکم. هیچ گپ نداره، دفعه دیگر میره. پدر پرسیدن میگم که زیارت کردم با یا یک جا میدونن نی؟ مسافدم سین و سالشون به یک جا رسیدگی تا 80. پدری من هم. مادیار میگه چی کرد؟ یحیی میگوید بیدون کی رفت. معلم شما را دیرکتر میپرسه. بازی. شین شیرین. شما نوشتن ادام تل، باز من میام. سلام معلم. دعوت کردین؟ درست شین. سلام علیک معلم. و علیک. گوش میکنم. معلم. لبای. آدابی سلام. قرض و فرضی همسایگی هست. علیک تو نگرفتون کو؟ تو چی قدر مغروری؟ مثل همو پدرت و اکد یوسف. چی گناه کردی؟ من در سایه شما ده کار ندارم. ای چی گپای؟ آتت در زندگیش در گورستان قاف شکندی و یعنی می گورستان هم بند و محکم کردی. به جای همون گورستان در و دیوار خانه تانه انداوه کنی نمی شود. در کدام کتاب؟ در کدام قانون این اجازت یافتین؟ به مسجد و معرکه های قشلاق نمی رفتگیتان کم نبود که با این نغمه را سر کردین. این امری دادن بود. اما می مثل دادت وارینا بیلیت های کمونیستیشان پرتافتن و ریش و فش ماندن حالا ای بالای جای نماز نمیخیزن. آردن و میدلاش به خودش نصیب کنه. فهمیدی؟ اون مملکتی که شما کتگی کرده میگشتین دیگه نیست. تمام شد. خوب، اکی دولت شما. من وقت ندارم دیگه گپا گوش کنم معلم. وقت داری کو روزی دراز در قبرستان بگردی؟ وقت داری کو کودکا در افسانه بگی؟ ما نگفتیم که بیاین در ساختمانی مسجد خوش شوین. نگفتیم کو. این قشلاق صاحب داره. میفهمی؟ این قشلاق قایده های خودشه داره. اگه مرگ و مرده و جنازه گفتنی گپا هست. انا اوجا مسجد بکار می روه. احتیاط کن بچه نظر. با مرده آتت بی صاحب نمانه. ای گپای بهده را افسانه‌گویی خوبتره. معلم برای آدم شیدن راه نشان میتن، کار نشان میتن که رنگ اکای تو در میانی راه نمانه، آدم شوه. افسانه چیه؟ شعر چیه که او آدم نشان میتن نه؟ چیه؟ جیانی مرا بیراه نکنی. یک بار با یوسف دخالت کردی. همو را بدبخت کردی، هم خواهرتونا. ای کسافتی شما یوسف با یک کار رسید. تو کسافتی را چی میدانی؟ چی کاری بد کردیم؟ پولی رخش دادیم که رسیه بروه، آدم شوه، نوچه یافته بخیره. اگر همو پدرت به عقلی نمیکرد یک بار دیگه خواستگاری میامد، همو خواهر ما گرفته میدادم همو در. یا بچه بشین، یا بچه بشین. اینجا مکتب است. حال خرزار هم هستیم ها؟ چقدر؟
این تو در دخل نداره. پگه خودش که اومد خودش میپرسی. اگر تو ای آدمی به ناموس و بننگ باشی چرا خانه خواهری من در آمدی؟ ها؟ برای چی در آمدی؟ بدنام کنی یکت بس نبود که با تو سر کنی. اندیشه کنین معلم. آگاهتان کردم. برای همین دعوت کردین. چیکار کنم؟ آمد گفت که با تو گپ دارد. نمیگفتم؟ هر این نزدیکی به زن و زنی گپ زدین. خوب و شهرایونو گپ زنین. ای کدامش سر کنم؟ ای ماش؟ یا ای معلمو؟ ای معلمو. اکای محمود. آخی خیلی دیگه ممکن نیست. ای سینف یک دو میدان با سینف 3 و 4. چند باشید که در سینف 3 و 4 فنا یکی ده سر میکنم. طلبا گرانگ کدوم روز خمم دیوانه میشم. هرچه می خلای شامیگل هم است. اوما معلمی فن تاریخم، زبان مادری، روسی، متماتیکا، دیگه و دیگهش اوی با ما دخالت نداره معلم. میفهم. برای آنها هم میگه گفتم. میگه که 3-4 سال آخر از ناحیه ما به دانشگاه آموزگاری یگان کس داخل نشده است. اگر داخل شده باشند یگان کس معلمی را به گردن نمیگیرند. با این معاشم آخری ما وعده کردند. چی؟ اونا ما را مسخره میکنن. 3 ماه شید معلم. بندن آخی مکتب شونا. میگویند که ممکن نیست. 4 سال کودکا باید در قشلاق خوانند. فهمیدی؟ اگر یوسف همساق سلامت می اومد من 1 روز پوم در مکتب نمیموندم. منم پنسیونرم. رئیسی را به گردن نگرفتم. ایش کامتی با گوری سال سر شد. اکای محمود خطا نغز میدونن که دادن برای چی کار کرد. حتی آخری همین خانیش نه 1 هفته مونده است. تمام؟ بکی تنگی کرد همین گوریستان رو قبول. بگه خونه بی. این چیه؟ این عریضه من. سمندر بیاخل نکن. بیاخل نکن. سمندر زرداد خانوف آخر من حقوقی امضا کردن عریضه تو رو ندارم. شامگل چی رو پای؟ کی رو بگردم؟ معلمه بگرد. کدوم معلمه؟ یه چند معلم داری سمندر. سمندر معلم جان معلم بیس میگم کجا میری؟ اوه ای شعمگلی مکتب. هیچ نوع مرا به خطا نگرفتی ها؟ ما شعمیگلم. شعمیگل درست؟ گوش کن. شعمیگل این درست است. یعنی بوی گل. برای من شعمم شم این خدارون سفید کجا میره؟ ما نه همین شوخیات؟ مولای شعمیگل اگر شما رو میشنه ما چیکار میکنه؟ زنگ مکتب شما میزنه، سیفه هم شما تازه میکنه، کاتب دیرکتور هم شما. اگر در مکتب سرید نباشه ما هیچ پروا نداره. شما باشه همتون مود روشنش میکنه. شامی مرا ما کجا میروی معلم؟ سیفای پر کاغذ پاره و پرته های شکسته در اختیار شما. ای شعمگلی مکتب. سلام. مانده نباشه. سلام.
همین ریشو قطی راست شد بگم قریب که نشناخته بودم 100 ساله شد ایلوینم لیکن اکای نظر یا گپ زنم یا گپ شنیدم بایتا قورکنی و ریشه میگوی من از جوانیم نتوانستم عادت کنم یک روزم به روی تراشده بگردم این چی میبینی در همین هفته رسید خیلی عاقبت همه ما اکا همیه لیکن نه فهمیدم که همه همی کارای کردگی ما بفایده بوده این همون دوره های پرتورگیم شهر می داشتم که گاوما تو پادرک چی را در نظر داری؟ همین سوره های نمازا در سیولی ما هم از خود کرده نتونستم خواستم پیشی یکم ملایمم شاگردیستم راست گپ شهر داشتم پس نماز خانی را چی خیلی یاد گرفتی؟ زنک ملایمم شد ما مریدی او بلند میخوند ما تکرار میکردم دیگه علمی خیلی نماز و عبادت کمونیستی بریشی ما و تو چیکار داره؟ تا حال هم نفهمیدی که چی به او دولتی که ما ساختیم زوال یافت من فکر میکنم که شاید غضب پروردگار باشه دلت یک حجت بود تاریخ بود سختش نمیشوه میدونی زنم چی گفت؟ زردی توبه کن توبه کن که شرمنده دنیا میشوی منم گرفتم و ملت پارتیا به سوزاندم نماز گذاری ساده ترین فرض است که هیچگاه ترکش نکردم به غیر بی علاجی و ناتوانی لیکن چیزایی که تو میگویی کمی دیگه خیلی میفهمم О, Самародана, здравствуйте. Али, привет. Салам алейкум. Смучкали? Спасибо, нормально. Спасибо. Товар продал? Да нет, никого нету сейчас в кишлаке. Ничего. Вот. А это что? Это вот прямо дело. А деньги? Это не товар. Деньги не хочет, окей? Это Да. товар. Это подарок для дядя. Это моя подарок для дядя. Вот это礼物给叔叔的, окей? Ты需要钱? Ли, товар не возьмешь? Сейчас никого нету в кишлаке. Никто не купит. Через 3 дня я еще раз здесь. 3 дня, окей? Ли, никто не купит. Ничего. Через 3 дня, 3 天以后我来这里, окей? Давай я их загружу тебе. Ничего, окей. Ли, подожди. 3 天, 3天以后来, окей? 再见, друг, 再见. سلام اکای زردی. و علیکم السلام خوش آمدم. سلام دادا. سلام این چی آوردی؟ این لی آورد لی. گفت که اتا دنگی نخوش. اتا پدرک دده. آدمی خوب بوده اکای نظر راست شب بگم پیشت برای یک گپ اومدم میدونی محمود چی میگه؟ میگه سمندر معلمی را بس کردن خیلی من میفهمم 3 ماشید ماهانه نگرفته شرایط وضبی نه لیکن بچه ها را پرتافتن نمیشه کو همین یه هفته دیگه طاقت کردن در کار ما میدونی بچه ها قطعی مصلحت کردیم همین 2 سمک جمع کردگی این پلو را بگیریم تون دستی همو دا بده مایلش التماس سالهای در روز نان و نمکی این خانواده شما را خورده بودم پیشی پاس صدقه میشم مرا میبخشی 100 بار توبه کردم نان و نمک تپیلم کن اکای نظر شما چی ها میگی؟ هایی؟ مرا شرمنده میکنی؟ من لایق بخشش شما نیستم شما مرا ببخشید نه ترس زردی جان
ما که فرشته نیستم. حس میکنم که وقتی توبه رسیده است. ایره بر من با سمندر خودم گپ بزنم. خیلی ما رفت. بچم او سمندر بابای دادا اکای زردی کجا شد؟ اینقدر ای مکتب بر وقت آمدی امروز؟ من آمده علاکه خبر آوردم. دادا نمیخوام دیگه معلمی کنم. یوسف که کسب معلمی را خار کرد، خار شد. تو که معلمی خوبی. من معلمم دادا، نه کودک بوم. میترسم که به نزدیکی در خشلوق معلم با کسی در کار نمیشه. بچم انسان بی معلم، قوم بی معلم، دهه‌ای بی معلم مثل مرده است. ودود امروز آمده بود. با ودود و هفت پشتی او چی کار داری؟ تیز روی نکرده باشی با؟ نه دادا، افسانه و شیرخوانی درسای ما را احمقی حساب میکنه. دوری ما عجب تیز گذشت. ساده بودیم، باور میکردیم که با زودی همه را برابر سوادناک و خوشبخت بکنیم. فکری خوب داشتیم لیکن به زمینه. دادا یا سوال دارم، چی با سبب قرضتون به ودود نمیگین؟ چی با برای یوسف دویم باره به خواستگاری هدیه نرفتین؟ همین قبر ما برای چی کندین؟ خب تو میتونستی با آدمی خیش و تباری کنی که با تو و کسب تو نفرت داره. چی گفت؟ وقتی برای یوسف خواستگاری رفتم گفت که مگر معلمی هم کسب است؟ آیا نان معلم حلال است؟ من هم دیگر گپی نیافتم. فکر کردم که دنیا به آخر رسید. برای قبر باشه نترس. خریب آمد بعد میفهمی. Уважаемые пассажиры, просыпаемся. Проверка документов. Мы подъехали к границу Казахстан. Бедор мешавем. Амаз, хо бедор мешавем. Тахтиши худжату. Бедор шудем, Акадьон. Просыпаемся. Акадьон, бедор шудем. Тахтиши худжату. Просыпаемся. Просыпаемся. Проверка документов. Просыпаемся. Проверка документов. Худжату я даю. Уважаемые пассажиры, просыпаемся. Проверка документов. Мы подъехали к границу Казахстан. Құжаттарыңызды дайындаңыздар. Амаз, хо бедор Құжат тексереміз. Бедор шудем, Акадьон. Құжаттарыңызды дайындаңыздар. Құжат тексереміз. Құжаттарыңызды дайындаңыздар. Свое царство, государство, государство, пир собрали, собрали, в трубу затрубили, затрубили, в пушку запалили, и был пир такой. такой. آفرین. بیا من خونتون برام تکیدش. رحمت معلم.
واششته Yok, şu tam xavotirش dakist. Xay Shirin. خیلی معلم بیا این داره. این خانه ای به صاحب ده چخل بودرم. این قاطی شالده گودک کجا آمد؟ دیگه درسم نروه. درس خانیم نمیمانی پیش دخترم. گوش کن دختر. من یک بار گوش کردم. من ترا آگاه کردم که دیگه یگان خیل درسی ایلاوگی پیلاوگی نمی روه. اگر شد که آمد بعد معلوم میشه که می روه یا نه. دختر فهمیدی یا نه؟ Купите рыбу. Ой, женщина, купите рыбу. Смотрите, какая рыба хорошая. Здесь. Быстро проходим. Все там. Давайте быстро, быстро. Вставайте. Сочи, что нам? Вы опять здесь, а? У них очень вкусная дыня. А сейчас мы должны сами продавать. Транспорта нет, таможня, граница. Что делать? Единственное, что осталось, таджикский поезд. Скоро граница. Мы сойдем. Что, опять остановить поезд? Это не мы. Это другие люди делают. Кетамиz. Ketamiz. Yürüyle, kettik. Kodan vagonlarga borib sotib kelaylik. Yürüyle, ketamiz. Issiqsonsan, marhamat. Issiqsonsan. Не испугалась?
سب. ای رحمت چی نام داری؟ شیرین. شیرین؟ چه خیلی نامی خوش رو اکا بیاین با ما چای خوریم. رحمت من نوشیدم. رحمت خسته یوسف امشب نیامد. لبای دادا چیزه گفته؟ بابا بردی؟ دادا صندوقی مرک شو. برای چی؟ درونش یک تغییرک هست. یک قوطی لیزوایی نو هم دارد. صابونم هست. همه ها را بگیر. صابون تو نبردون دادا. ریشگیرک تون در اونجا. ناوشه چیکار میکنی؟ خدا برای سر و رویم. اونا را میخوام برای تنم بگیری. شب خیلی خواستم تنم تازه کنم. دستام دیگه قوت نکرده. میبخشه بچه. دادا چی بختون عذاب میتی؟ میگفته من خدمی کارا نکردم. به پای آدم کودکواری میکرده است. من هستم کو. شرم کردم. شدن دادا؟ شدو
انا دادا جان امشب مادرت در خوام آمد وقتش خوش بود گفت رفتیم از جا خیستم که یکی یوسف پیدا شد هوشم به یوسف چخیر رفتن نفهمیدم اگر یوسف می آمد از این امانت خلاص می شدم شیرچای خنک میشه برای ما فرقی نداره که خنک باشه یا گرم گرمی تو رو می باید تابستان های گرمی چی در کو؟ نمیگذاری که ما تا با آخر فکر رو بگم دائم شوخی بکنی مرا چند شبه که در خیالم گذشته ها میگوید مرا مرده باری خوب میبره سمندر به نشانی های یوسف تن میتون اگر زن بگیری دیگر فکری او را نکن چند سال گذشت نصیب ما همی بود است دختری محمود صنف 10 تمام کرد در این قشلاق به غیر تو جوان دیگر زنگیری نیست منم محمود گفتم او گفت زنم میدونه دادا بچه های قشلاق همش مدام مثل دودار و خواهرم خوبش به شهر روان خانم سوی دگم کس شوم همی محتوبی را میبینم خیال میکنم که خواهرم باشه تو کی کلان میشوی برای معشده هیچ کجا نرفتی سمندر او سمندر اکای محمود آمدن بگوش بیایه سمندر او سمندر سرگردان نه بی همه بروشون نمیدونم بگم رئیس بخوی خوش نباشید نه سلام رئیس سلام بیای سلام رفیق وایسوف ایران آمده مرحمت خونه گذاریم وقت نداریم ما برای سنجش آمدگی بعضی شکایت ها رسیدگی چیکار شکایت سوداگری هم میکنی ها؟ نه اکا وقت ندارم نباشم یا اکی هم؟ ماشینی اخی توی دمی قشلاق ویران شده بود 3 شب در خونه مون با باروش همینجا ما گفت یکی اون کس میخره حالی پاتنت هم ندارم بگو چی خیلی پتین پاتنتی سودا اکا ما سوداگر نیستم نباشم یا را چی خیلی میفروشی با کسی در کار باشه آمده اینجا میگیرم بعد پولشم میرم کدام میتم خب با ما او خیتویی آمد با خیتویی با میگه من سوداگر نیستم گفت دیگه مسئله های خب سمندری خب ما حضرت نظر نم داره بله اکاتون یوسف در رسیه محکمه است میخیل یوسف چیزشی اما تینجیه گوش کن من برای دیگه کار اومدم گوش نکن از بالای خودت و پدرت شکایت اومده ما چیکار کردیم که شکایت چی شما برای پدرتون در زندگیش قبول کردی نه خب دادم خواستم برای آدمی زنده ها قبول کردی از کی اجازه گرفتی هیچ خیلی اجازت در این قشلاق برای قبول کنی هیچ کی اجازت نمیگیره معلش برای آدمی مرده اجازه نگیرین نه مردی برای قبول بکن لیکن این زمین همش مال دولت است برای استفاده بردن همین باید اول اجازت بگیری لیکن در کیو در کجا شما دیدین که برای آدم زنده قبول بکنن و پدر شما اولیو نیستی کو که اما خونه نساختیم کو جای یک قبر نگاه داشتیم گامی رئیس گوش کن من اینجا وقت ندارم 3 روز مهلت قبر میگیرین بالاشون میپشونین محکم میکنین خودت کنترل میکنم باشه بعدم میرسونی فهمیدی من میتونستم از پروتکل کنم دیلا و دفتر کنم گپ جنجال کنم لیکن رئیس میگه پدرتون بسیار آدمی با اوروه بله برای همون فهمیدی انا میخواد کنی معلوشون نکن دادم یا چی میفهمیده باشه
گوش که خود میدونی همین رئیس و کلانه قشاقتان مایل است خب بینه نه رفتیم اکی محمود کاری شده خب تا سراسی بایم دیروز شنبه اکو درس نداره ها بوتا تا باشی خریده اکو این رختویی ها تو بچه دل یا این سمندر این خطوی قطعی هیچ گپ نمیزنه یکی تو دین یافتی ما به نظر خدا نیستیم اکا عجیب دادی خای آنه ترمزوش بالا میکنیم بالا میکنیم؟ هر دوشا سمندر چیکارش کردی؟ پیزر اکی محمود رسیده اگه خبر بگی با تر نکده باشه اگه به هر حال رئیس های جوانه ما اکی محمود شیرچای نمیخری شیرچای تا ای سرت بالا سمندر خدا داد دیگه آتش پشت نه میکنه که تماشا بره همون سمندر زنی جنگی هم کم کم سور کخی تا اومدن شور زیق نشوه بس کن سمندر بس کن بس کن سمندر بس کن من بری زنک تا بگیری تو میزنم میکشد های رنگی یاد نبای خودو آن نیتره زورم گفته دیگه هر یک بیچاره را میزنی خدا تره بجویم او تای شلط بگوروش مانه خبره بریم پس کردم کار ندارم تیچه بریم میبخشین دادا دیر شد شیرچای هم خنک شده نمیخوام کجا بودی؟ گرمش کنم محمود نیامد محمود آمده بود نه که ندور اومد چی با؟ قطعی هم میلیسه بود از خفای ما شکایت کردیم کی؟ برای چی؟ برای منزل شما منزل ما کی را تنگی کرده است؟ چی به اونا رو پیش من نآوردی؟ دادا ما این منزل برای چی کنده؟ بعد میفهمی مرا پیش محمود بر آخی نه اختان گفته که سرمت رو شو؟ سری من نمیگریزه حاضر بر رفتم رجمونه انا دادا جان ایناش ترمز رفتیم بچم وایستا وایستا وایستا
چیکار میکنی بچه؟ سلام سلام علیکم. سلام بابای نظر. سلام. خوشی نام مبارک. سلام. السلام علیکم. بیاین دراین. دیدین دادا ما هیچ وقت فکر نمیکردیم که محتابی که خطور میشود. آیا دختر کم مهمون همیشه پیشواز میگیرن. بیاین همین جان چی کارش کردی؟ عرفاما بگو برایت گپ دارم. اکای نظر بیاین درون. جام راحت است. ما همینجا میایستیم. سلام اکی محمود. وارک چی به نظر آمده؟ کار داشتم. ما میدونیم که خیلی کار. چی به خانه ما میلیسا آوردی؟ من نیاوردم. خودش اومد. میلیسای رایان کاری قشلاق ما را به رئیس از کجا میدانه؟ اکی نظر من این وظیفه را نخریدم نه میراث گرفتم. این خبرکش هم نیستم. اکای محمود برای کاری سحری بخشش میپرسم. یک کشید خودم نفهمیدم. از کودکی رنجید است. اوی یگان چی دارن؟ شیرچای بیار. ما خورده اومدیم. شما دا بیارن شد. ما طاقت چای نمیخورم. محمود گپ دور نبر. نباشد خبری منزل مرا کی برده است؟ کی نظر من کجا میدانم؟ کی نظر بیا محکمش کنیم. بخدا کاری نقد بشود. اول درنوش مرا میمانیم. بعد این وظیفه برای من هیچی نیست. لیکن سمندر در بلا نمانیم. سمندر لبای مرمان گپی خودمانم بزنیم. معلش پیش محتابی میرم. محتابی در خونه نیست. و شما یک در دارین ای تریزا برو مادرم. چی باید تریزا؟ ما آدم خیر نباشه. جوان مرد دختر نمیشرماند. ما او را که کودکیش میشناسم. رنگی خواهر مای. اکی نظر گفتم که رنگی کودک کودک هر روز خانه زن شوهردار میرود. یک مردک که خودش دو برابر کلونه لط و کوب میکنه. این گپا راستم. نصرت برای تهمتش یاد شپاتی زدم. ای بچه دلی مکده ای. آدمی بدهند گفتن در کار. شوش در خانه نباشه چی نمیدروی؟ خاله و شما میدونه که من و هدیه همسینفیم. برای دختر شیرین درس ایلاوگی میدادم. همین
گپای دروغ از کجا میاری؟ دروغ؟ ما دروغ میگم. ما دروغ میگم. دیگرها چی؟ کاری اکات یوسف بس نبود که با تو سر کردی. اگر این فرشته هم باشه دختر ما با اون نمیتون. اما خواستگاری نآمده. من وعده داده بودم که دخترتون به شهر خواندنی میبرم. گوش کن. کاری تو با دختر من چیه؟ دختر من در کوچه نمونده که هر کس او را به شهر بره. معلم باشی معلمی تا کردن گیر. خلا مونشا روا بخش بیاوا. سمندر تو به فرزند یک کس چی کار داری؟ چی به ما ای گپا را نمیشنوم؟ اکای نظر شما شب و روز در کار بوده. ندیدین که دو بچه‌تون به زنگیری را رسیدن. اول نامی هدیه رو با یوسفتون بدنام کردن. اکنون نوبت اینش رسیده. مرا بر ایستا بای طرف های کن. چی را داده؟ گفتم بای طرف. دادا جون چیکار میکنه؟ دادا چیکار میکنه دادا؟ التماس برو دادا جون. نه مرا محکم کن. خوک گردان. بیاین برو التماس دادا جون بیاین. تو از بی‌پولی و بی‌حالی من استفاده بردی. به خدا قسم من به زن جنگی خیانت نکردم دادا جون. بل اوری خدا بخبر به خانه زنی شودار حق نداشتی درایی. من فقط کاری کردم که دخترش درس ایلوگی دادم دادا جون. تمام. بیاین بروی. آبرو بریختی تو. آبری کسب من را ریختی. آبروی معلمی را ریختی. به خدا قسم دادا جون من تو دستی باید نخبیدم. بیاین نویم دادا جون. خاکی بودم نشم. من بغیر شما کسی ندارم دادا جون. التماس برار برا
خانه خوب گفتی، لیکن اگر در بالاش یک درخچه میسازید بسیار عجیب میشه. میکنم، همشه میکنم دادا جون. باور میکنم. Böyle بیار سمندر جان. همین درخچه را میبری قبرستان، همجا وجدانی. فهمیدی؟ همین روز میبری. بچه منم رنگ میکنم. بچه معلمم اومد. السلام علیکم. سلام شیرین. کجا میروی؟ درخشنامی. بچه کدی معلمی روم؟ برا آب بیار. سلام هدیه. چیکار میکنی؟ پیش عمکی نظر میرم. میگم که این همه تهمتن. اگر خواهی زن اکی محمورات یا اپی شمعی گول بگن. نه در کار نیست. من خدمت روم دهن خیفلوسا رنگی مصرات محکم کنم. دهانی بعضی ها را میبندی. آوازه ها را چه میکنی؟ چی به پدرت برای یوسف خواستگاری نکرد؟ چی به خانواده ما قهر کرد؟ دنیا به اوضاع نمیشه هدیه. من باید روم. کجا میره؟ سر قبری دادم. درخت میشنم. چند سال اگه پدرت پشت میکنی؟ ماندگی عمرت آب کشانی میشه با؟ اگر درخت سبز مونه تیارم که یک حیات آب کشم. درختم مثل زنای. نگاه بین که داشته باشه سرسبز میمانه. نموری هدیه. هیچ از شوخی بچگیت نموندی. هدیه یوسف میخواست که با روزگی خانواده‌تون توی بابرو کنه. ها گفت. چی در کار بود همو آبرو؟ ما چی گناه داشتیم؟ چی به ما را جدا کردن؟ دیگر طاقت تنهایی و گپ و کلاچه تاخ شید. خیر نگو هدیه. جنگی میآید. شیرین هم داداشو میبینه. تو زندگی مرا ای کجا بدانی؟ همه این سالها فقط در حسرت دیدار یوسف بودم. مغرور بود. طاقت کن گفت و رفت. من سادی هم راضی شدم که از زودی میآید. هدیه شو داری، فرزند داری، همش نصیب بود است. شو میگویی؟ کدام شو؟ تاوی ظلم و طعنه یکم نکردم و راضی شدم که شم شوه. شوی که شب اول خانه‌داریش با ظلم و شدم و خاری و زاری زندگیش سر شد. از رشک و نفرت به یوسف او هم رفت بعد یک ماه تو ایمان برسیه. گم و گمنام شد. رنگ یوسف نصیبه بگویی؟ فرزند بگویی؟ ها نصیبی هم از یک ماهی زن و شوی همین فرزند شد. فرزندی که یک بار نوازش پدر را ندید به جز تعنیه تقا و انگشتی همسایه ها.
جنگی که آمد بارو دم و جمع کنم راهم با او بازم دوباره غلامش شم بیزار شدم دیگر نمیتونم جلو جفای نامردا رو بکشم. هدیه به عقلی نکن. شیرین چی میشوه؟ خانوادات رو فکر کن. همسایه چی میگن؟ قشلاق چی میگه؟ نمیگن که ابی یوسف بوده. ها گناهکارم. جوری گناه ها من به لطفی اکی تو میکشم. کجا شید مهربونی ها و وعده هایش که مرا دوست میدارد که به من نمیتواند زندگی کنم. باوروش کردم. آخه جار کردن به یک زنی مشتی پر گناه نیست. کی جواب این گناه ها را میگه؟ تو؟ یوسف؟ پدرود؟ یا عرفه و محمورات؟ همسایه ها؟ ما همه همسایه ایم سمندر. برو سری قوره پدرت. بس. سلام علیم. شیرین برو خونه اوتات آمد. اما توبی چی گفت؟ اینجا؟ جنگی اومد. شوی هدیه رو زد. مکشه کرد. اوتام گفت که با قشلاق حالی نیاین. هدیه چی گناه داره؟ نمیدونم. گویا که گفته باشه با یوسف که ندادمش با خونه جنگی نمیروه. ودود چی میگه؟ ودود فقط نمی شما را میگیره. نمی بابای نظر رو یوسف حقارت میکنه. جنگی میگه میکشمشه. تو نکشمشه ایجا نمیره میگه. خونه شما رفت. شما را گفت. ما گفتیم شما در قشلاق نیسته. نروی قشلاق. اوتان گفت. والله میخه گفت. ها. کو رفتیم؟ کنی بینیم کشتنش چه میشه؟ معلم بسته. معلم اوتان گفت نروی بسته. دیوانگی نکن گفتستیم با خوبی میگم برو آخه همش خوب بشه برو هدیم سلام جنگی. تو کجا آمدی؟ این دایو سکی رفت دادی خانه ده؟ تاوره مرا اکای محمورات یه بس که دینه همه تان رو بینه اینجا چیکار بازی؟ تبارا چو میکنی؟ مهد شلگی. جنگی تو نکیم خطا میکنی. خانه بره. پدرتی زود دست رفت همه تماشان رو بین همه تان رو بین چیزی تماشا بین چیزا گشت دیده؟ ها؟ چی تماشا بکنه؟ انا همین است جهل انسانی. ای مردم هیچ کس هیچ جا نمیروه. هیچ کس هیچ جا نمیروه. کنسرت من سرشی جنگی جواب مراته. جواب مراته. اگه مردی جواب مراته. دلو گرده داری جواب مراته. تو دل گرده نداری اما من دارم. من میگم شاهدی مردم جواب دادم. شنیدین؟ جوابش دادم. جوابش رو دادم.
من جوابش دادم. من جوابش دادم. مردم این کار نادرست است. این کار نادرست است. مردم زن حقوقی جواب دادن مرد را ندارد. مردم این کار نادرست است. از روی شریعت نیست. اکی محمورات گپ زنین آخه. اکی محمورات شما گپ زنین. من این نازکی ها را نمیدانم. زکس میداند. داد از دستت اولاد زرداد خان. آیل ما کثیف کردین. اکی محمورات چی؟ نمیدانم. خوبش خانه روین. چی خیلی خانه ما کایها سوخت. ما دست این مردک سوختم. جنگی تو خیش تباری همین خیلی. من خیش تبار گفته یک بار خواهرت گرفتم. جنگی اول فکر کن با گپ زن. تو گودک داری، دخترچه داری، تو درباره این فکر کن. اگر زن و بچه تا نبری دیگر روشان نشان نمیتونم. بچه هم ریخ چمی و بابا زنم شیرین بگی هدیه تو حقی 100 بار حقی ما در پیش همین مردم طلاق دادم مرا ببخش محمراد تو نماز جنازه رو خوانده بتونی؟ ها که نظر چی بود؟ جنازه مرا خودت بخونی 100 سال شویه که نظر ما معلمم نملا چی فرق داره؟ حساب کن که این وصیت من ما صف کشیده جنازه خوندم لیکن پیشترا نبودم در جنازه من تجربه میکنی نمیدونم چی بگم سمندر مرا خودت میشویی و کفن میکنی خیلی گنده در این خیلی سال تو برای من هم فرزند بودی هم پدر و هم مادر غریب پای هیچ خاری را ندیدم من پیش خداوند غیر شکر و دعا در حق تو دعای نخوندم من دیگر ای یوسف امیدم میکنم ایراتی محمراد تو که رئیس قشلاقی و حکومتم تویی من اینا را به اختیاری تو میگذارم خواهی در مکتب من خواهی حکومت رایان بر حجتاشون هم هستن این زر و زیوری مادرت که هیچ وقت نداشت رایش کنه شاید قیمت باشند اینا را میتونی بفروشی یا تحفه کنی به عروست و زندگیت پیش بری دیگرش همه کاغذ
1,000,000 روبل زایامی هایی که از وقت جنگ بزرگ وطنی و بعد آن از حکومت سویتی پدرم و ما خریده بودیم دیگر اینا خوربه ندارن میتونی بیسوزیشان از من همین قدر میراث ماندگی در پیش شما گذاشتمشان Граница Узбекистана, просыпаемся. Проверка документов. Я гонга пиздет, а ты гад на мезанем. Акадион, кани хесем асхоп. Хесем, таптиши хужато. Хесем. Хуш калипсис. Бека келем. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Переготовьте документы. Долго вы в Москве? Около 7 лет. Что сделали? Работал. Вещи есть тебе? Давай сюда. Что это? Талисман. Ну-ка, покажи. Кто послал? Улугбек? Нет. Это кто тебе? Улугбек, это кто тебе? Тоза был? Вагоны больше нет. Зачем взяли? Это горсть земли, когда уезжаем далеко из дома, с собой берем. Ваши документы. Это ваш ребенок? Да, это моя дочка. Свидетельство есть? Есть, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Тебе есть паспорт? Да, пожалуйста. Куда едем? Из Москвы. Куда мы едем? В Таджикистан на свадьбу к родственникам. Пожалуйста. Благодарю вас. رحیم فقط ساعتی دار جنازه معلوم نظر گذاشت شهرت شهرت فقط ساعتی دار جنازه معلوم نظر گذاشت
صلات جنازه مومن دریاب صلات جنازه مومن دریاب صلات جنازه مومن دریاب صلات جنازه مومن دریاب اوی مردم همتان به جنازه معلم نظر جمع شوید ای مردم همدیارای عزیز خیش و تبارا همسایه ها همتان معلم نظر زردادخانوف معلم خدمت نشان داده SSSR یک مرد به آزار خدا را میشناخته او برای مردم خود برای دیار خود خدمت های با سزا کرد انا در بری من جگربندی او سمندر ایستاده است اگر یکون کس دعوا داشته باشد ارزان برید کوه برین اگر قرض داده باشد هم بشرا سمندر جبران میکند منت نکنه یکون کس هست؟ اگر نباشد صف کشیم بندیت باشید الله اکبر شیرین جان تراو که دوری بعد اومدی التماس یکی فراموش نکن که درخت آبتی خب خب معلم نکی مدد یکی تستر برمیگردی همین که صفا یافتیم تیز برمیگردم بایلش خیلی شیرین جان قبور آسوده بی خوابه قیامت نزدیک است
این خبر پدر معلمی ما است. یک هفته پیش پدر معلم وفات کرد و بعد دفن پدر او به جستجوی برادرش برای یوسف رفت. ولی از معلم هنوز درکی نیست. ولی مادرم میگوید که او هم حتما برمیگردد. من به معلم قول دادم که هر روز تمام تابستان این درخت را آب میدهم. مادرم هر روز خونه آنها را روچین میکند و چراغشان را فروزان میدارد. ولی ما چیزی را گم کرده ایم. اما یکان خصلت کار و گفتار معلم را به یاد نیاورد. ولی زیباترین چیزی که ما گم کردیم خنده های معلم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نام تو چی؟ شیرین. نام شما چی؟ من یوسف.